از علم که شما را به شیوه گرم و دوستانه‌ای در آغوش می‌گیرد. این تعریفی هستش که دانشگاه مدیپول استانبول از خودش در یک جمله ارائه میده و معتقده که اگر شما آینده شغلیتون رو زیر چتر این دانشگاه بسازید، این بهترین سرمایه‌گذاری زندگی شما میشه. سلام، من پریسا هستم و اینجا آرتانه. امروز قراره در مورد دانشگاه مدیپول استانبول با هم صحبت کنیم. دانشگاه مدیپول استانبول در 7 جولای سال 2009 توسط بنیاد آموزش و سلامت مدیپولیتن به ریاست فخرالدین کجای که در حال حاضر وزیر بهداشت کشور ترکیه هستند تأسیس شد. این دانشگاه در حال حاضر 12 دانشکده فعال داره که در حدود 180 رشته کارشناسی و 94 رشته کارشناسی ارشد رو به دانشجویان ارائه میدن. همچنین 7000 دانشجوی بین‌المللی از 180 کشور جهان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. در این دانشگاه تقریباً هر رشته‌ای رو که بخواید میتونید برای تحصیل انتخاب بکنید. از پزشکی و دندونپزشکی و فیزیوتراپی و حقوق گرفته تا بازیگری و آشپزی و گرافیک و کلی رشته‌های پرمتقاضی دیگه. دانشگاه مدیپول استانبول از سال 2012 عضو برنامه آراسموس هست که همون برنامه تبادل دانشجو با کشورهای اروپاییه. در واقع این برنامه فرصت تجربه و تحصیل در کشورهای اروپایی رو در اختیار دانشجوها قرار میده. یکی از فرصت‌های استثنایی دیگه که با تحصیل در این دانشگاه در اختیار دانشجوها قرار میگیره، عضویت دانشگاه مدیپول استانبول در برنامه یا معاهده بولونیا هست که در واقع برنامه‌ای هست برای تبادل دانشجو و حتی هیئت علمی بین کشورها و دانشگاه‌های عضو این معاهده. و از مزایای دیگه این پروسه این هستش که مدارک ارائه شده توسط دانشگاه‌های عضو این معاهده در کل اروپا معتبر هست و این به این معنی هستش که دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن برای ادامه کار یا برای اشتغال در کشورهای اروپایی با هیچ مشکلی مواجه نیستن و پروسه ها براشون راحت‌تر و سریع‌تر طی میشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید دانشگاه مدیپول استانبول در سال 2023 به عضویت رسمی سازمان ملل متحد در اومد. اگر در مورد اعتبار این دانشگاه در ایران براتون سوال ایجاد شده، باید بهتون بگم که این دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ایرانه و این تاییدیه به این معنی هستش که دانشجویان رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندونپزشکی و کلاً دانشجوهای شاخه تجربی میتونن بعد از اتمام تحصیلشون به راحتی در ایران مشغول کار بشن. دانشکده مدیپول استانبول در سال 2023 رتبه 7 رو بین دانشگاه‌های پایه ترکیه کسب کرده. برای علاقه‌مندان به رشته حقوق هم باید بگم که دانشکده حقوق این دانشگاه در سال 2015 رسما به عضویت گروه دانشکده‌های حقوق اروپا در اومده. دانشگاه مدیپول استانبول دارای 20 مرکز تحقیقاتی مجهز، 4 مؤسسه آموزشی، 1 مدرسه عالی و 1 مدرسه فنی هست و همچنین 1 مرکز تحقیقاتی بازیابی و طب ترمیمی به مساحت 5000 متر مربع در این دانشگاه در حال ساخت است که در آینده نزدیک شروع به کار میکنه. تمامی رشته ها در دانشگاه مدیپول استانبول به 2 زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشن و مؤسسه زبان رسمی این دانشگاه تأسیس شده تا به دانشجوها در یادگیری بهتر و سریعتر کمک بکنه. این دانشگاه با هدف ایجاد محیط کاری برای دانشجویانش مجموعه بیمارستانی مگا مدیپول رو تأسیس کرده که این مجموعه شامل 2 بیمارستان عمومی و 3 بیمارستان فوق تخصصی و در مجموع شامل 5 بیمارستان مجزا هست. خب بریم سراغ پردیس ها. این دانشگاه دارای 3 پردیس هست که فعالیت‌های آموزشی در 2 پردیس کاواجیک شمالی و جنوبی و پردیس خالیج انجام میشه و علاوه بر اینها دوره‌های عملی و کارآموزی دانشجوها در پردیس باکچیلار ادامه پیدا میکنه. پردیس کاواجیک در سمت آناتولی پل فاتح مهمد سلطان واقع شده و موقعیت نسبتاً مرکزی در شهر استانبول داره. این پردیس همچنین میزبان ساختمان‌های آموزشی، خوابگاه‌های دخترانه و پسرانه و امکاناتی از جمله زمین‌های تنیس، فوتبال، بسکتبال، کلاس‌ها و محیط‌های مطالعاتی وسیع و روز به روز هم در حال گسترشه. پردیس هالیچ یا پردیس شاخ طلایی در منطقه خیره کننده سوریچی در لبه شاخ طلایی استانبول قرار داره.
برخلاف محیط تاریخی اطراف، ساختمان این پردیس بسیار مدرن هست و با لابی شلوغ و پر رفت آمد و رستوران میزبان یک زندگی دانشجویی پر جنب و جوش هست و نزدیک به 20 باشگاه دانشجویی را در خودش جا داده. باشگاه‌هایی مثل سینما، تئاتر، موسیقی، سفر و کلی باشگاه‌های دیگه. پردیس باغچیلار هم همونطور که گفته شد محلی هستش که بیمارستان‌ها برای آموزش عملی و کارآموزی دانشجوها در اون قرار دارند و با 470 تخت، 133 واحد مراقبت‌های ویژه، 246 اتاق کلینیک سرپایی و 25 اتاق عمل فرصت‌های آموزش عملی رو در اختیار دانشجوها قرار میده. خوابگاه‌های دانشگاه مدیپول استانبول در مجموع برای 650 نفر دانشجوی دختر و پسر ظرفیت داره. خوابگاه‌های پسرانه در ظرفیت‌های 6 و 7 نفری به صورت آپارتمانی هستند و هر آپارتمان دارای سرویس آشپزخانه کامل، بالکن، یخچال و اینترنت بیسیم هست و برای هر دانشجوی پسر یک کمد، تخت، میز مطالعه به صورت مجزا قرار داده شده. خوابگاه‌های دخترانه هم به صورت آپارتمان‌هایی با ظرفیت 1، 2 یا 3 نفره با امکانات مشابه وجود دارند. لازمه که بدونید وعده‌های غذایی در خوابگاه‌ها سرو میشه و خدمات نظافتی هم هر روزه توسط شرکت‌های خصوصی ارائه میشه و همچنین یک تیم حرفه‌ای امنیتی به صورت 24 ساعته امنیت خوابگاه‌ها رو تامین می‌کنند. به صورت خلاصه و در چند جمله بخوام بهتون بگم، اگر دوست دارید در دانشگاهی تحصیل بکنید که چه در ایران و چه در اروپا برای کار و یا ادامه تحصیل با مشکل مواجه نشید یا هیچ نگرانی بابت امکانات و خوابگاه نداشته باشید و اگر یک دانشگاه پیشرفته و مجهز مد نظرتونه، دانشگاه مدیپول استانبول میتونه بهترین انتخاب برای شما باشه.